خواهیم بود. به نظرم یک هوشمندی که ایران در رابطه با روس‌ها در مذاکرات بین ایران و امریکا به خرج داد این بود که میانجیگری روس‌ها رو نپذیرفت. یعنی تلاش هم کردن. چرا؟ چون به هر صورت میانجیگری روس‌ها بین ایران و امریکا صرفاً مانند میانجیگری عمان نخواهد نذاش کارت بشه. بلکه ایران تبدیل میشه بخشی از بسته مذاکراتی بین امریکا و روسیه و که این میتونه به هر حال بزرگترین تهدید در رابطه با ما باشه. لذا به نظرم ایران این هوشمندی رو به خرج داد و میانجیگری روس‌ها رو در ماجرای ایران و امریکا نپذیرفت و این رو محول کرد به هر حال به عمان. به هر صورت ما این رو باید توجه بکنیم که همه پرونده‌های بین‌المللی به خصوص پرونده‌هایی که مربوط به مناقشات و بحران‌ها هست میتونه به همدیگه مرتبط